درود دوستای خوبم، هنگامه هستم با آشپزخونه من خوش اومدید. امیدوارم کلی حالتون خوب باشه دوستان. امروز اومدم کنار همدیگه تحچین درست کنیم. تحچین مرغ و بادمجون. از اون تحچینای خوشمزه است دیگه. تا آخر ویدیو کنار من باشید. با دوستای خودتون به اشتراک بذارید این تحچین خوشمزه رو بریم با هم درستش کنیم. برای درست کردن تحچین مرغ و بادمجون اول از همه بادمجون رو آماده می‌کنیم. بادمجون رو نگاه کنید، به صورت حلقه‌ای برش دادم. 3 تا بادمجون متوسط دارم. میذارم تو روغن و سرخشون می‌کنم. دوستان اگه بادمجوناتون تلخ هستش حتما قبلش تو آب نمک بذارید آبش بره، بعداً سرخش کنید که تلخی بادمجونا کامل گرفته بشه. حالا من این بادمجونا رو که حلقه خوردشون کردم دو طرفشون رو سرخ می‌کنم و میذارم کنار. همینطور که بادمجونام داره سرخ میشه دوستان، من برنجم آبکش میکنم. 4 تا پیمانه برنج دارم که از قبل خیسشون گذاشتم 2-3 ساعت قبل با آب نمک. اینم آبکشش میکنم، به مرحله آبکشی میرسونم و میذارمش کنار تا یکم از اون گرمای خیلی گرم که داغه بیفته. نکنین دوستان، برنج رو به مرحله آبکشی میرسونی. به مرحله آبکشی وقتی برای تحچین میخوایم درست کنیم حتما باید یک مقدار زنده تر برداریم، چون توش رطوبت داره، قراره که ماست هم بیاد داخلش. این برنج نرم تر میشه، به خاطر اون یکم زنده تر از بقیه برنجایی که برای پخت و پز آماده میکنیم آبکش میکنیم. یکم اطرافش نرم تر باشه ولی وسطش باید اون حالت خامی رو داشته باشه حتما. حالا دیگه به اون مرحله رسیده، من این برنج آبکشش میکنم، میذارم کنار که یه خورده ولرم بشه. بادمجونامو سرخ کردم گذاشتم کنار دوستان. حالا تو همون مایتابدی که بادمجونا رو سرخ کردم، اگه روغنتون سوخته که حتما روغنش رو عوض کنید، اگه نه سوخته که میتونید از همون روغن استفاده کنید. یه دونه پیاز متوسط رو خورد کردم، اجازه میدم تفت بخوره سبک بشه. من یه دونه سینه مرغ رو هم قبلش آب پز کردم و گذاشتم با یه دونه حبه سیر، یه دونه پیاز کوچیک، یه دونه فلفل سبز، توشم ادویه‌جات، نمک و فلفل ریختم، زردچوبه ریختم و پودر تخم گشنیز گذاشتم پخته و به این حالت نگاه کنید، به حالت درشت ریششون کردم. پیازم که تفت خورد و سبک شد، از این نوک قاشق چای خوری خیلی کم بهش زردچوبه اضافه میکنم. مرغی که آماده کردم رو میریزم روی پیازا، یه مقدار تفتشون میدم، اندازه 1 دقیقه، خیلی زیاد تفتشون ندید. اندازه 1 قاشق چای خوری نمک بهش اضافه میکنم. 3 تا قاشق غذاخوری هم زرشکی رو که از قبل شستم و آماده کردم بهش اضافه میکنم. اندازه 2 دقیقه دیگه هم با زرشک تفتشون میدم. نکنید آخر سر که دیگه میخوایم حرارت رو خاموش کنیم 2-3 تا قاشق غذاخوری بهش زعفران اضافه میکنم. یه کوچولو همش میزنم دیگه، مواد میانیم آماده است و میذارمش کنار. برای درست کردن مایه تحچین برای 4 تا پیمانه برنجی که آماده کردیم، 3 تا تخم مرغ، یه مقدار تخم مرغ رو میزنیم اصالت لختگی در بیاد. 1 پیمانه ماست، ترجیحاً ماست سفت باشه و شیرین. نکنید 1 قاشق غذاخوری گلاب، اندازه 1 قاشق چای خوری نمک و نوک قاشق چای خوری هم هل. یه مقدار همش میزنم. مایه‌مون که 1 دست شد، حالا 1/4 پیمانه روغن مایه بهش اضافه میکنم و اندازه 4 تا 5 تا قاشق غذاخوری هم زعفران. زعفرانتون هم غلیظ دم کشیده باشه. رنگ زعفرانتون واقعا بسته به سلیقه خودتونه. این هر چقدر زعفرانش بیشتر باشه قطعاً تحچین خوش رنگ تری داریم. و این رو هم بدونید که وقتی که این مایه با برنج مخلوط بشه رنگش کم رنگ تر میشه، به خاطر اون باید یه مقدار زعفرانش رو بیشتر بزنیم. برنجی که آبکش کردیم توی چند مرحله آروم آروم اضافه میکنیم و کم کم خیلی یواش هم بزنید که برنجتون خورد نشه. یه مقدار هم بزنید، بعد یه مقدار دیگه دوباره برنج بهش اضافه کنید تا برنجمون تموم بشه. نگاه کنید دوستان، برنج رو همه مواد رو با هم دیگه مخلوط کردیم، با برنج آماده است، گذاشتیمش کنار بمونه اینجا. حالا توی ظرف پیرکس من این تحچین رو میخوام داخل فر بذارم.
اگه دوست داشتید میتونید تو قابلمه درست کنید. تو قابلمه نسوس حتما باید باشه. بذارید روی اجاق دم بیاد. من این رو به روش فر میخوام آماده کنم. نکنین ظرف پیرکسم رو همه جاش رو کره نرم چربش میکنم. نصف موادمون رو، نصف برنجمون رو یعنی میریزیم توی ظرف. نکنید نصف مواد رو که ریختم، نصف برنجم رو که ریختم کامل فشردش کنید با قاشق. پرسش کنید. بادمجونایی که آماده کرده بودیم و سرخ کرده بودیم رو میچینیم روی برنجمون. یه لایه بادمجون میذاریم. نکنید یه لایه بادمجون گذاشتم، حالا یه لایه هم مرغ میریزم روش. وقتی که این مرغ و بادمجون که دارید میذارید کامل نچسبونید به دیواره ها که موقع برگردوندنش براتون سخت نباشه، یا مثلا از بغلا نزنه بیرون. ظاهر کارتون قشنگتر میشه اینجوری، وگرنه مشکل خاصی پیش نمیاد در اصل براش. حالا روی مرغایی که گذاشتیم دیگه، مرغ بادمجون رو که چیدیم، دوباره تهچینمون رو از مواد برنجیمون میریزیم روش. بریزید روش و کامل بپوشونه و فشردش کنید. برنجمون لایه روش رو هم ریختیم، پرس کردیم. حالا روش آلومینیوم میکشیم. روی آلومینیوم رو چند تا حفره ایجاد کنید. بعد دیگه میره داخل فر 180 درجه که از قبل گذاشتم گرم شده. 1 ساعت بمونه تا آماده بشه تهچینمون. خب دوستان، امروز هم کنار همدیگه آشپزی کردیم. تهچین مرغ و بادمجون درست کردیم. مرسی که تا آخر ویدیو کنارم بودید. ویدیو لایکش کنید، با دوستای خودتون به اشتراک بذارید. این غذای خوشمزه رو درست کنید و کنار عزیزانتون از طعم بی‌نظیرش لذت ببرید. کلی دوستتون دارم و ویدیوی بعد هم دیگه رو می‌بینیم. درود دوستای خوبم، هنگامه هستم با آشپزخونه من خوش اومدید. امیدوارم کلی حالتون خوب باشه.